این همه میگیم مشتق مشتق مشتق. در این ویدیو میخوایم ببینیم که مشتق اصلا چه چیزیه و پیدایش اون به چه شکلی بوده و چه کاربردی برای ما داره. در ادامه ویدیو با من همراه باشید تا مشتق رو بررسی بکنیم. پایه‌گذاران اصلی بحث مشتق که در حساب دیفرانسیل اون رو میخونیم آقای نیوتن و لایبنیتز بودن در قرن 17 میلادی. نیوتن و لایبنیتز دو تا از دانشمندان بزرگ در حوزه ریاضیات و فیزیک هستند که کارهای بزرگی رو انجام دادن. آقای نیوتن و لایبنیتز کاملا به صورت جداگانه روی این مبحث کار میکردن، اما دیدگاهی که نیوتن داشت بیشتر در راستای مباحث فیزیکی بود که میخواست سرعت و تغییر مکان و شتاب اجسام رو حساب بکنه. اما لایبنیتز دیدگاه ریاضیاتی و هندسی محوری داشت برای این مفاهیم که هر دوتا هم سهم عمده‌ای در این علم و پایه‌گذاری حساب دیفرانسیلی که امروزه به این صورت میشناسیم دارند. از کاربردهای مشتق اگه بخوایم بگیم، کاربردهای خیلی فراوانی در علوم داره، در ریاضیات، فیزیک، علوم مهندسی، اقتصاد، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، حتی خود زیست شناسی و توی شاخه‌های پزشکی هم این بحث مشتق خیلی کاربرد داره. اگر بخوایم یک تعریفی هم برای مشتق بنویسیم، میگیم که مشتق نرخ تغییرات یک تابع به متغیرش را نشان میدهد. پس مشتق نرخ تغییرات تابعمون هستش. حالا نسبت به اون متغیرش که ما بیشتر به صورت x میگیریم دیگه توی ریاضیات، یا توی فیزیک بیشتر نسبت به زمان داریم کار میکنیم، پس نرخ تغییراتمون رو نشون میده. اگر بیایم اینجا به صورت هندسی بخوایم مشتق رو یکم بررسی کنیم، من یک منحنی به این صورت دارم و دو تا نقطه روی اون مشخص کردم، نقطه x و نقطه x به اضافه h. طبیعتا روی محور y هم خواهیم داشت fx و fx به اضافه h. ما قبلا شیب خط رو میشناسیم که چجوری پیدا میکنیم. اگر هم بلد نیستید، من یک ویدیو جداگانه هم برای شیب خط پیدا کردن هم دارم، میتونید اون رو هم تماشا کنید که لینکش رو در قسمت دیسکریپشن براتون میذارم. شیب رو میدونیم که میتونیم بنویسیم تغییرات y تقسیم بر تغییرات x، دلتای y به دلتای x، یا همون اینجا دلتای f به دلتای x رو بنویسیم. خب تغییراتمون اینجا برای y به چه شکل fx به اضافه h و fx رو دارم، پس در صورت کسر خواهم داشت fx به اضافه h fx منهای h. در مخرجم که دلتای x ما به این صورته که x به اضافه h منهای x که همون h خواهد شد، پس در مخرجم h همون اچی که میگیم داریم دیگه. پس این شیب خطمون. اما اگر اینجا دقت بکنید، این خط واصلی که ما داشتیم اومدیم شیب خط براش نوشتیم، اگر من این نقطه x به اضافه h رو یکم بیارم این ورتر، مثلا اینجا قرار بدم، نزدیک کنم به سمت این x، اتفاقی که میفته این خط واصلی که ما داریم میاد در نقطه x تبدیل میشه به خط مماس. خب پس در چه صورت این اتفاق افتاد؟ یعنی اینجا به صورت تصویری هم نشون بدم بهتون، این نقطه واصله هی نزدیکتر بکنیم میاد تبدیل میشه به خط مماس. خب این در چه صورت بود؟ در اون صورت که ما گفتیم شیب خط رو داریم این h به سمت صفر بره، یا اصطلاحا میگیم این x به اضافه هاشی که داشتیم برای اینکه خیلی نزدیک به x بشه یا خود x بشه مثلا خب باید چه اتفاقی بیفته؟ باید این h مساوی صفر بشه، این فاصله h خیلی کوتاه بشه، پس میگیم h به سمت صفر. یه حد میگیریم دیگه، برای حد من ویدیو ساختم، اگر بلد نیستید اون رو هم میتونید ببینید. پس میگیم لیمیت h به سمت صفر fx به اضافه h منهای fx تقسیم بر h.
این رو به عنوان مشتق خودمون میشناسیم، میگیم که این مشتق تابعمون هستش. پس f پرایم x به این صورت تعریف میشه. اما یک تعریف دیگه هم برای مشتق میتونیم بگیم که بیشتر برای مشتق در نقطه استفاده میشه. این یکی بیشتر برای پیدا کردن ضابطه مشتقمون استفاده میشه، برای اثبات ها بیشتر استفاده میشه، ولی هر دوتا تعریفی از مشتق هستن. میگم که آقا مشتق در نقطه A رو میخوام پیدا کنم. اوکی، لیمیت x به سمت A f x منهای f a x منهای a. پس مشتق در نقطه A رو به این صورت تعیین میکنیم. همونطور که بهتون گفتم اون دیدگاه های نیوتونی و لایبنیتز برای مشتق مسیرهای جداگانه رو داشت میده، ولی هر دوتا توضیحی برای مشتق بود: دیدگاه هندسی محور، ریاضیاتی محور و دیدگاه فیزیکی. نیوتن از این علائم بیشتر استفاده کرد که اومد گفت من میگم مثلا بگیم f دات یعنی مشتق اول. خب مشتق اول. اما جناب آقای لایبنیتز بیشتر به این صورت که امروزه به شکل دیفرانسیلی بهش میگیم پرداخت: دی f به دی x، یعنی تغییرات f به تغییرات x. گفتم که نیوتن هم مثلا میومد میگفت که f دات یعنی مشتق اول، f دبل دات مشتق دوم. این علامت برای مشتق دوم، این علامت ها برای مشتق اول به کار میره. حالا مشتقات بالاتر رو هم دیگه خودتون میدونید، مثلا f مشتق سوم بخوایم بگیریم یا درجات مشتقمون بره بالاتر، مرتبه مشتقمون بره بالاتر، میگیم مثلا به این صورت کار میکنیم که حالا زیاد به اونا کاری نداریم. بیایم یه مثال ببینیم با هم. گفته که f(x) برابر هستش با x به توان 2. مشتق در نقطه 2 رو از ما خواسته. میایم از اون فرمول مشتق در نقطه استفاده میکنیم. لیمیت x به سمت 2 f(x) مون که هستش x2 منهای f2. f2 میشه 2 به توان 2 4 تقسیم بر x منهای 2. این حد برابر 0 صفرم هستش و یک حد مبهمه. بیایم رفع ابهام انجام بدیم. x منهای 2 اتحاد مزدوجه. می نویسم x منهای 2 در x به اضافه 2، مخرجم x منهای 2. رفع ابهام رو انجام میدم. لیمیت x به اضافه 2 x به سمت 2 به جای x2 بذارم میشه 4. یا از اون یکی فرمول استفاده کنم. گفتیم که میتونیم بنویسیم f پرایم x برابر هستش با لیمیت h به سمت 0. خب تابعی که ما داریم x2 هستش. در اینجا میتونیم بنویسیم همون f(x) به اضافه h رو برای این میتونیم بنویسیم که x به اضافه h به توان 2 منهای f(x) که همون x2 هستش. اتحاد اول هستش، باز میکنم، مینویسم x2 به اضافه 2xh به اضافه h به توان 2 منهای x2 که x2 و x2 با هم 0 میشه. یه h هم اینجا فاکتور میگیرم و این دوتا با هم حذف میشن، عامل ابهاممون با هم ساده میشه. در آخر میشه لیمیت 2x به اضافه h که h به سمت 0 هستش که اینم 0 بذارم برابر میشه با 2x. پس مشتقمون شد 2x. حالا من ضابطه مشتق رو دارم، میتونم نقطه 2 رو در اون جایگذاری کنم. پس میگیم که f پرایم x مساوی 2x. اون وقت میگیم که f پرایم 2 مساوی هستش با 2 ضرب در 2 مساوی 4. همون چیزی که بالا هم پیدا کرده بودیم. اینم اگر بخوایم نشون بدیم به این شکلی که در نقطه 2 شیب خط مماسمون به این صورت هستش. خب این مثال ریاضیاتی محور بود. یه مثال فیزیکی محور هم ببینیم. در فیزیک ما میدونیم که اگر ما تابع مکان رو داشته باشیم، یه بار ازش مشتق بگیریم به ما سرعت رو میده. 2 بار مشتق بگیریم به ما شتاب رو میده. یعنی x دبل دات برابر هستش با d2x به dt2 برابر هستش با dv به dt که همون شتاب رو به ما میده. مثال عددی هم اگه بخوایم بزنیم، گفته که x بر حسب t برابر هستش با t2 منهای 4t به اضافه 5 که
بر حسب مترم داده اون رو اگر یه بار مشتق بگیریم سرعت به دست میاد. مشتق این عبارت میشه 2t منهای 4 که بر حسب متر بر ثانیه هستش. بعد سرعت در ثانیه سوم رو خواسته، میایم در اینجا به جای t 3 قرار میدیم که میشه 6 منهای 4 مساوی 2 متر بر ثانیه. شتاب میشه مشتق دوم مکان یا مشتق زمانی سرعت که به این صورت هستش x دبل دات یا همون دی وی به دی تی برابر هستش با 2. از این عبارت مشتق بگیریم میشه 2. پس شتاب ما هم هستش 2 متر بر مجذور ثانیه. این هم از مفهوم مشتق و مثال‌های عددی که برای مشتق گفتیم. مشتق کاربردهای خیلی خیلی زیادی داره. گفتم که در ریاضیات، فیزیک، علوم مهندسی، اقتصاد، هوش مصنوعی یادگیری ماشین خیلی کاربرد داره. در هوش مصنوعی خیلی کاربرد داره. فیزیک هم که میتونیم بگیم کلا همین مشتق و انتگرال این چیزا بسیار فراوانه و اقتصاد و بقیه علوم هم همینطور. یک مفهوم بسیار اساسی هستش که زحمت اصلی اونا رو آقای نیوتن و لایبنیتز کشیدن و حالا در ادامه افراد دیگه هم روی اون کار کردن و این شکل امروزی که داریم رو از حساب دیفرانسیل و مشتق برای ما ساختن. اینم از این ویدیو. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و خوب یاد گرفته باشید. من ویدیوهای دیگری هم در کانال دارم مثل همین مشتق و توضیح حد، آموزش‌هایی از ریاضیات عمومی و فیزیک برای دبیرستان و دانشگاه توی کانال من هستش که میتونید اونا رو هم ببینید بر حسب نیازتون. لینک ویدیو رو هم در کانال تلگرام خودم و هم در بقیه شبکات اجتماعی خودم قرار میدم. میتونید اونجا هم به ویدیوهای من دسترسی داشته باشید. نظری، انتقادی، پیشنهادی داشتید برام در کامنت ها بنویسید. مرسی از نگاه شما. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.